برای چی دیر کردید فیروز؟ فکر میکردید تو چی؟ فکر میکردیم بعد اومدیم امروز کس کاریم. خب خیلی ختم کردید مکتبی یا نه؟ مکتبی ما سال 2014 ختم کردیم. سال گذشته داخل نشدید؟ نه سال گذشته داخل نشدیم. این سال آمدیم با تیار کرده که داخل شدیم. پارسال برای چی داخل نشدید؟ پارسال نمیدونم ولش پاسپورت 321 بار بردادیم. آخرین روز برای چی مثلا دیر و اخلاص آمدید؟ ما میخواستم که شهر اساس ایران ولی سفارت نمیستم. چرا میخواستید در روسیه؟ چون برادرانم ولی نتونستید. بعد اینجا اومده. ولی چی امید دارید؟ میدونم که با این مرکز تئوری دیدین؟ کدام فاکولته؟ برادر من در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان اختصاص‌های متماتیک، فیزیک، متماتیک، انفرماتیک را انتخاب کردم. برای چی مثلا در آخرین روز شبکه تصمیم گرفتید و اومدید؟ برای آنکه تا همین وقت چی بودن؟ مهاجرت و مهنتی بودن. سال نزدیکی اومدن. من امروز اثبات کردم. جست پاره. 4 سال پیش 5 سال خدا شده که مکتب تمام کرده نتونستم تا همین وقت قوت نبود من خودم صغر کلان شدگی یکم بار سپاریده بود سالهای پیش؟ نه برای چی من 5 فرزند دارم مثال که وای اویل در کردم خانه در کردم در کرد یعنی پول در کردید برای دو پول لیش نداشتیم بیره پولی نمیشود پول خورک نمیشود ما زیادت کرده نتونستیم برای همین دیر شدیم. دانشکده اسلامی. کدام فاکولته؟ همون فاکولته اسلامی. چی امید دارید؟ امید دارید که داخل میشه بدیم سال؟ اون نفرانی که نتوانستم در بقایتگیری اساسی در مرحله اساسی بقایتگیری از 2 مارت تا 30 اپریل ثبت نام شوند برای آنها امکانیت داده شد که از 20 تا 30 همین ماه یعنی ماه ایون بقایتگیری ایلوواگی تشکیل کرده شد از جمله برای نفرانی که در مهاجرت مهنتی بودند و یا که در صف قوه‌های مسلح ادای خدمت می‌کردند و عموما هر نفری که با سبب‌های عذرناک نتوانست در مرحله اساسی از قید گذرد مرکز همین چنین یک امکانیت پیش آورد و گفتن هستم که در مرحله اساسی با قیدگیری 72526 نفر یعنی از قید گذاشتن و همین تعداد شاید همیشه بروز نزدیک به 74 شود یعنی که تقریبا شاید 1000 نفر از قید گذاشته باشند این حالی معلوماتی دقیق نیست تا آخر همین روز ما میبینیم که در مجموع امور چند میشود همین چیز هم باید گفته گذاریم که فردا 1 ایول 36 مرکز امتحانی از 41 مرکزی که تأسیس داده شده از جنوبی مرکز با کار خود شروع میکند و داوطلبانی که با گروه اختصاص‌های یکم یعنی طبی و تکنیکی حجت سپرده بودند آنها از کامپوننت A یعنی که امتحان‌های حتمی عمومی امتحان میسپارند.
خب مرکز دانشگاه آماده است پورا برای بله قبول؟ مرکز با پورگی آماده است که داوطلبان رو در مرکزهای امتحانی قبول کند و نظر به سال گذشته تعداد مرکزهای امتحانی ما نیز بیشتر شده است و شرط و شرایط حتما پگاه خود داوطلبان پدر و مادر ایشان و کلی علاقه‌مندان امتحانات مرکزهای داخل شهری حتما می‌بینند که ما تمام شرایط برای یعنی که تامین شفافیت آماده کردیم، از جمله برای نظارت ویدیویی تجهیزات مخصوص گذاشته شده است. نفرانی که در دوره اساسی به قیدگیری از قید گذاشته بودند، یعنی ثبت نام شده بودند، یعنی در نظر برم از 2 مارس تا 30 اپریل امتحان‌های آنها از 1 تا 12 ایول به نقشه گرفته شده است و نفرانی که حاضر در مرحله ایلوگی ثبت نام شده ایستادند، امتحان‌های آنها 15 و 16 ایول است، یعنی که پس از 3-4 روزه انجام امتحان‌های اساسی